هر سال با رسیدن تیر ماه ساکنان از جاری شدن محدودیت نیروی برق شکایت میکنند. در روزهای سرد زمستان این محدودیت ها بیشتر میشوند. جمعآوری هیزم و انگیش در دهات که همه ساله کمبود برق را تجربه میکنند بخش مهمی کاری مردم است. آنها از تابستان برای زمستان آمادگی میگیرند و ذخیره میکنند. دهه خواجه آبی گرم که در دامن کوههای ناحیه ورزاب تاجیکستان جایگیر است، زمستانی طولانی دارد. ولی به فرق از دیگر دهات کوهستانی، ساکنانش میگویند که نیروی برق دارند. در این دهه برق به خاطر فعالیت آسایشگاه خواجه آبی گرم قطع نمی شود. ولی ساکنان میگویند که نرخ استفاده برق گران است و بنابراین آنها خانه ها را با بخاری بابایی گرم میکنند. در دهه پیران و کم پیران حالا نیز بخاری بابایی را استفاده میبرند تا خانه های خود را گرم کنند. زمستان گذرانه من همه خیلی که آز میبینه من همه که زمستان من برف بینم کومو را از و میگیریم از ماشین را میبره اینجا قسلاق را میبره میفریم چند قدر کار میگیریم کومو را. در این دهه که زمستان سرد و طولانی دارد ساکنان میگویند امسال برفی زیاد بارید. احتمال برف تا آخر ماه مارس باقی میماند. خدا را شکر برقمان دائمی هست. هیزم جمع آوری میکنیم. زمستان بعضی وقت وزوین بد میبیه برف بارشاتش بعضی وقت دیگه تا 60-70 سانتی متر دیگه رو میبارد. خیلی نمید گو و مال و حال داریم رفته اونجا. اینجا یک دهه کوهستانی در وادی وخش است. ساکنانش زمستان را با محدودیت نیروی برق سپری میکنند. آنها هیزم و انگیشت میخرند تا خانه هایشان را گرم نگه دارند. ساکنان این منطقه کوهستانی در ولایت ختلان میگویند شبانه روزی از ساعت 5 صبح تا 8 سحر و از ساعت 5 بیگاه تا 10 شب برق دارند.